در سال 1916 سربازان آلمانی که در خنادق خود در حال استراحت بودند ناگهان با اولین تانک جهان لیتل ویلی روبرو میشن. اولین تانکی که با جسم بسیار هولناک به اونها حمله میکنه، ولی خب هرچند که سرعت زیادی نداشت. توی این ویدیو کم کم با این اولین تانک جهان آشنا خواهیم شد. پس از 2 سال جنگ پیاپی انگلیس‌ها و آلمان در جنگ خندق‌ها و بعد از ظهور لیتل ویلی، آلمانی‌ها این حمله انگلیس‌ها رو بی‌جواب نذاشتن و با خونپاره‌هاشون تونستن لیتل ویلی رو یک جورایی پنچر کنن. موتور لیتل ویلی حدود 45 اسب بخاری کار میکرد. همچنین سرعت اون 3 مایل بر ساعت بود، یک جورایی خیلی کند. این ابرتانک با 28 تن وزن و 8 متر ارتفاع برای تخریب خندق‌هایی که 2 سال این جنگ رو طولش خاتمه ای بده. از لیتل ویلی یا همون ویلی کوچک در میدان نبرد میتواند به نفع انگلیس بسیار بیشتر از تانک‌های سنگین آن باشد. این میتواند در مقادیر بسیاری بیشتر از الماس‌های بزرگ و سنگین تولید شود. بهبود بیشتر میتواند به طور قابل توجهی بر تسلیح آن تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، یک توپ 40 میلیمتری خودکار را میتوان با یک توپ 57 میلیمتری جایگزین کرد و بهبود سیستم تعلیق و گیری باکس برای افزایش نرمی سواری 10 یا 7 کیلومتر در ساعت که به انگلیسی‌ها اولین مخزن واقعا جهان را میدهد انجام دهد. با این حال حتی با یک تفنگ 40 میلیمتری اگر طراحان 2 اسپون جانبی دیگر برای مسلسل‌ها به بدن اضافه می‌کردند، می‌توانستند در میدان جنگ عملکرد بسیار خوبی داشته باشند. حال با ما همراه بشین و چند ویدیو از جنگ جهانی اول و لیتل ویلی رو ببینیم. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. اگر از همچین محتوا خوشتون اومد و ویدیو رو دوست داشتین، لایک، شیر، سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنون و تا ویدیوی دیگه بدرود.